چطوره؟ اسم من امیرست. خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو من از چنل یوتیوبم. بچه‌ها اگه میبینید صدام یه ذره گرفته شرمنده، من سرما خوردم، مریض شدم تازگی یا دوباره چند هفته پیش تقریبا یه هفته پیش مریض بودم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. بچه‌ها من یه گیم پلی برات آوردم، دوئل داریم میریم، من و یکی که رندومه. بچه ها با یه دیوایس خیلی پایینی دارم پلی میدم، گوشی ها چاله. وضعیت پینگ من بچه ها داریم. من دیوایس هم بچه ها خیلی بده، خیلی قرار شده خیلی شالا دیگه. آره اگه خدا بخواد بچه ها، اگه خوشتون اومد یه لایک بر من این بغل بزنید، سابم کنید. بچه ها اینم بهتون بگم من هم مولتی پلی میدم هم بتل، ولی اکثر اوقات مولتی پلی میدم چون اصلا علاقه خاص به بتل ندارم. ولی اگه چالشی مد نظرتون بود تو کامنت ها برام بنویسید، من تا جایی که بتونم براتون چالش رو میرم انجام میدم و هر چه قشنگتر هم بهتر. اونو بچه ها یه شات های توی زدم و یعنی واقعا آره دیوایس رو میبینی بچه ها من 3 سیزن اکانت رو زدم و کلا 3-4 تا بتل پس توش داره و یه دونه تیل لجن که اونم با خرج کردن سی پی آن به دست این تیل لجن اصلا تیل هالیدی به دست من نیمی اومد و من واقعا خیلی خوشحال شدم. به بعد توی این اکانت کلی کار خفن میخوایم بکنیم، یعنی قرار شده توی تابستون چندین تا گردونه خفن که مد نظرم و ویدیوش هم میدونم خیلی ها تو الان داریم یا خودم میگم این خیلی دیرست بخوای این کنی تا تابستون برام اکانت رو بزنیم. مجبورم بچه من الان فعلنده وسط مالیم نمیرسه که فعلنده گردونه بزنم، یعنی همین سی پی آرم به زور شارژ کردم خاطر حالا یه چیز دلایلی که من خواهم بهتون بگم. آره دروغ چرا من تازگی ها که نه، تقریبا یه چند ماه پیش پدرم فوت کرد. این برای من خیلی دردآور بود واقعا. چند وقت بود خلاف نه پلی میدادم نه هیچی، پیش بچه همون نمیرفتم، هیچ کاری نمیکردم، واقعا اصلا اون حال هوا اون حسو نداشتم. واقعا دارم میگم وسط مالیم نمیتونم تو وقتی نمیرسه و اون دیگم که جور کردم و تونستم باش بتل بگیرم. پک پرایسی که نگرفتم نشد. پک پرایس رو اون اوایل که اکانتو زدم رفتم از سایت های مختلف پرسیدم چرا موجود نمی کنیم، گفتن که پیگیری میکنیم و ولی خب موجود نکردن. من به جاش مجبور شدم 2 تا 240 تا سیپی بزنم که این واقعا خیلی بد بود. به خاطر همین چندین
الان ماهش واسه نمیرسید که نه گردونه بزنم نه سیبو بزنم. واقعا خیلی دوست دارم شما از هم کنید، یعنی روح سازم براتون کلن به هم انرژی بدی. خیلی دوست دارم یعنی من از 3 سال پیش تقریبا میخواستم یوتیوبر بشم، یعنی خیلی 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 دنبال این بودم یوتیوبر بشم، ولی میگم شرایطش کلا یوتیوبر بشم خیلی مشکلات دارم. من واقعا خیلی دارم در راه برسم. الان چندین ماه است دارم باش کنار میام. یه گوشی کلن خیلی دیوایسش ضعیفه، درست نمیتونم باش پلی بدم. شما دارم باش پلی بدم تا عیب سب تا عیب دیگه خدا سب میکنم و یه گوشی نه نوش که تقریبا دور برای 8-9 تومن است، نه اون از سایت دیوار احتمالاً گوشی رو خریداری. من بچه اصفهان زندگی میکنم، شهرستان جرقویه، ولی من احتمالاً عید برم تهران و اونجا گوشی خودم رو بفروشم و با پولی که از گوشی فروش گوشی خودم به دست آوردم و برم یه کوکو بگیرم. آره میتونیم دوبار فینیشش رو بگیرم یعنی وای دوباره میدونم توی صفحه معلوم شد یا نه. بچه هم احتمالا دیر به دیرم ویدیو بذارم چون واقعا ویدیو ندارم برام ادیت بزنه همه کارا رو بکنم، مجبورم خودم ویدیو ادیت بزنم خودم ادیت کنم از اینجور داستانا. واقعا یه شرمنده. امیدوارم خوشتون بیاد و با لایکاتون حمایت کنید از من. اینم به عشق همتون فینیش گرفتم. خیلی دوستتون دارم. بریم برای آخرین فینیش که میتونیم بگیم. وای بچه حالا میگی شاید چرا فینیش دکمه فینیش رو اینقدر گنده گذاشتی. چون واقعا چون من هیچ موقع نمیره تو فینیش، نمیتونم کسی رو اینجوری گذاشتم تا هر موقع میخوام شاتی بزنم یا هر کاری کنم اگه دیدم پشتم جاری بود سریع فینیشش رو بگیرم. بچه ها واقعا نیروی دارن خونه میسازن کنار ما. صدا واقعا زیاد نمیدونم صدا میاد یا نه. داشت رسیدی بهش میزنیم پای آخرین فینیشر رو به ما بدی بچه ها. بذاریم بدون صدا پا بریم کم ما بگیره. داشت یک دیگه میذارم بیایی اون تا 18 میذارم بیایی تا 18 فینیش گرفتم نگرفتم هم که دیگه هیچ چیز بی خوبون. خب بچه ها فینیش گرفتن چند کله چون احتمال مرگ ما خیلی زیاده. امیدوارم که از این ویدیو خوشت اومده باشه. لایک کنید، کامنت بذاریم و اگه امکانش رو داریم اگه امکان داره سابسکرایب کنید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودیم. تا یه ویدیو دیگه فعلا بدرود. خدا.